مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان از آشکار شدن دو حالت از آن خود کردن اموال از سوی کارمندان مسئول سویه معارف نویه جمعی ولایت ختلان خبر داد. از جمله دادگاه نویه جمعی با حکمش از 20 اپریل سال 2022 محمدجارف تویچی کارمند شعبه معارف این نویه را بر اساس ماده 245 قسم 2 بند گ کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان با جرم از آن خود کردن مبلغ‌ها به اندازه 300 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر 18000 سامانی جریمه بسته از حق اشغال منصب‌های معین محروم کرده است. گفته می شود محمدجارف تویچی ساکن نویه جمعی ولایت ختلان در وظیفه مشاور کابینت متدی اوید به فن‌های زبان و ادبیات تاجیکی شعبه معارف نویه مذکور کار و فعالیت نموده، همچون نماینده شعبه معارف اوید گذرانیدن معرکه آبونشوی به نشریه‌های دوری از جانب شعبه معارف نویه در نزد دپارتمنت پشت دولتی محسوب می‌یافت. محمدجارف به گفته دادستانی در دوره فعالیت کاریش با استفاده وکالت‌های منصبی مبلغ 37241 سامانی از پول برای آبونه جمع آورده شده را از آن خود نموده به منفعت شخصیش استفاده نموده است. خاطررسانی می‌کنیم که در تاجیکستان از ساکنان بخصوص از کارمندان ساحه‌های بودجوی مجبوری پول آبونه را جمع می‌آورند، ولی بسیاری از نشریه‌ها مسئولیت خود را در پیش آبونه‌چیان ادا نمی‌کنند و نشریه‌های آبونه شدهشان را به آنها نمی‌فرستند. همین طور اشور فرهاد طالبجانویچ محاسب مکتب میانه رقم 9 نویه جمعی با حکم دادگاه این نویه از 19 اپریل بر اساس ماده 245 قسم 2 بندهای ا و ماده 323 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان به از آن خودکنی مبلغ‌ها و سوء استفاده از مقام گناهکار دانسته شده به اندازه 500 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 30000 سامانی به فایده دولت جریمه بسته شد. دادستانی کل گفت فرهاد اشورف در دوره فعالیت کاریش در سال 2021 با استفاده از وکالت‌های منصبی برای ترتیب دادن اجرت‌های قلبکی تکرارا به از آن خودکنی مبلغ‌های بودجتی دست داده در مجموع 40765 سامانی از مبلغ‌های مکتب را از آن خود نموده به منفعت شخصیش استفاده برده است. تاجیکستان یکی از کشورهای فسادزده دنیا به شمار می رود، ولی منتقدان می گویند مقامات حفظ حقوق این کشور در راه مبارزه با کروپسیا خود را با شکار معایشه‌های به مثل یگان معلم یا کارمند جماعت و یا کارمند کمیساریت عربی یا کمیته زمین سرگرم و اندرمان کرده به مایه‌های بزرگ این دریا که در رده‌های اول حکومت پشتیبان‌های قوی دارند اصلا کار نمی‌گیرند.